خانم فخریه ابراهیمی ممتاز، آموزگار ورزش یوگا در افغانستان، روی خط بگونه زنده البته از استودیوی دیگر تولونیوز در کابل با ما وصل است. خیلی خوش آمدین خانم ممتاز به برنامه. سلام حضور شما، تشکر. از کجا چنین فکر برای شما پیدا شد که بانوان را در سایه کرونا کمک بکنین و حداقل راهکاری پیدا شود تا اونا آسانتر با این بیماری مبارزه بکنن که فکر میکنم نتیجه هم داشته و این مبارزه انجام هم شده؟ بله، من زمانی که شرایط بحرانی شد، شیوع کرونا زیاد شد و قرنطینه شروع شد، من همش به این فکر بودم که چی کار باید بکنم. در اول فکر کردم که میشه یک ویدیوی به عنوان راهنمایی روی روش‌های زندگی، روی سبک زندگی یا به اصطلاح انگلیسی لایف استایل کار بکنم، ولی گفتم چی بهتر که برای ما از دنیای مجازی استفاده بکنیم و وارد خانه های مردم شویم و خانم‌ها را تارگت کنیم و بهشان یوگا تمرین کنیم. و خب من چون خودم یوگا ترینر بودم و یک حالت برای من پیش شد که من همش میتپیدم که چی کار باید شود، چی کار باید بکنیم و یک روش بسیار خوبی بود که ازش استفاده کردم و بیشتر خودم را به آرامش رساندم. چگونه به تماس میشین با بانوان؟ آیا این برنامه تنها در کابل است یا از بخش‌های دیگر افغانستان هم بانوان میتونه که با شما وصل شوه و این ورزش انجام بده؟ شما را تماس دارین شما یا آدرس دیگه ای هست که بانوها شما را پیدا میکنن؟ چگونه است؟ خب ما قبل از شرایط قرنطین ما کلاس های حضوری داشتیم، چون یک استودیو دارم در کابل و این خودش باعث شد که من یک دیتای داشته باشم از تماس های خانم ها و من از یک طرف از شماره تلفن خانم ها از طریق پلتفرم واتساپ استفاده کردم و از طرف دیگر چون من اعلانات کلاس های من با استفاده از فیسبوک پیش بردم و این کمک کرد که خیلی از خانم‌ها آگاه شوند و بپیوندن و من یک گروپ مسنجر درست کردم که خانم‌ها اونجا جوین میشن یا وارد میشن و از طریق او من از پلتفرم گوگل میت استفاده میکنم که یک اپلیکیشن است مربوط گوگل و از اون طریق من میتونم دعوت کنم خانم‌ها را که اونا بیاین و وارد کال گروپ ما شوند و یک فرصت بسیار خوب بود که من تونستم از پلتفرم گوگل میت استفاده کنم، چون گوگل میت خود کمپانی گوگل چون در بخش آموزش توجه بیشتر دارن و گوگل میت میتونه بدون محدودیت زمانی و همچنان رایگان در اختیار ما قرار بگیره و ما از این طریق برای تمرینات و آموزش ما استفاده کنیم. و این برنامه شما تنها برای مبتلایان به کرونا نیست، یعنی هر کسی میتونه که در کلاس های شما از راه دور شرکت بکنه و حضور داشته باشد، درست است؟ بله، یوگا چون برای صحت و سلامتی خیلی ضروری هست، چی از لحاظ جسمی چی از لحاظ روانی، در همه حالت ها لازم هست ما یوگا تمرین کنیم، ولی چون این شرایط خیلی حاد بود من فکر کردم که بیشتر لازم بود که ما یوگا تمرین کنیم و مردم را ترغیب کنیم تا یوگا تمرین کنن و بدانند که یک راه بسیار مناسب هست که ما با بسیاری از امراض مبارزه کنیم. و البته در رابطه با سوال بیشتر شما، خانم ها چی در داخل افغانستان، گاهی هم در ولایات و همین رقم در بیرون از افغانستان با ما در این کال گروپ تمرین های یوگا
میپیوندن، ولی یک چالش خیلی بزرگی که پیش روی ما هست سرعت اینترنت هست و این چیزی که خیلی از خانم‌ها رنج میده، اونایی که میخواین شرکت کنند ولی به همین دلیل نمیتونند شرکت کنند. درست. و شمار بانوانی که با شما روزانه وصل میشن به گونه آنلاین و این ورزش انجام میتن، آیا تفاوت داره با کلاس های حضوری که شما داشتین؟ یعنی فعلا بیشتر است یا در کلاس های حضوری تعداد علاقمندا بیشتر بود؟ ما خب اتفاقا در اون زمان از شروعی که ما عضویت خانم‌ها را گرفتیم بیش از 500 عضو داریم، ولی خب مردم زیاد مصروف بودند، زیاد به خودشان توجه نمی کردند و زیاد اهمیت نمی دادند. به همین دلیل مثلا ما با او تعدادی که ما عضویت داشتیم با او تعداد ما روزانه یا ماهانه شاگرد نداشتیم. ولی خب این زمان قرنطین یکی از خوبیاش همین بود که مردم یاد گرفتن چطور از خودشان مواظبت کنن، چطور به صحتشان برسن و چطور به این مسائل ارزش قائل شوند. علاقه‌مندی در این دوران بیشتر بوده و این برنامه تنها در دوره قرنطین یا وضع محدودیت ها در افغانستان برنامه ریزی شده یا نه خیر؟ پس از پایان محدودیت ها و برگشتن مردم به زندگی عادی هم شما کلاس های آنلاین و یا آموزش از راه دور را ادامه میتین به بانوها؟ راستش یک تجربه خیلی خوبه بود. این باعث شد که من یاد بگیرم چطور از این طریق با خیلاها رابطه برقرار کنم و این خدمت را به خیلی از هموطنان چی در داخل کابل، چی ولایات، چی بیرون از افغانستان این خدماتم را برسانم و این برای من تجربه بسیار فوق‌العاده بود تا من یاد بگیرم چطور من تمرین بتونم، چطور بتونم افهام تفهیم بکنم. در شروع کم برام سخت بود تا بتونم مطمئن شوم که آیا کسی را که من نمیبینم او تمریناتش درست اجرا کرده یا نه و این باعث میشد که من بیشتر تشریح کنم، بیشتر صحبت کنم، بیشتر توضیح بدم و حتی از روش‌های اعداد شماری استفاده کردم تا اونایی که مرا میبینن من اونا رو نمیبینم حضوری با هم نیستین ولی اونا توجهشان به من بیشتر باشن. خانم ممتاز، تا چند روز دیگر روز جهانی یوگاست و به این معناست که یوگا یک ورزش جهانی است، جهان شمول است و در بسیاری از کشورهای دنیای ورزش انجام میشه و رواج پیدا کرده، مردم علاقمندای زیادی داره. شما پیشتر از کمک یوگا به بیماری های هم گفتین، آیا پس به این معناست که یوگا تنها کاهش استرس و افزایش آرامش در بدن نیست، میتونه فراتر از این عمل بکنه و برای بیماری های هم مفید باشه، درست است؟ بله کاملا. امروز ساینس ثابت ساخته که یوگا چقدر تاثیر روی تنظیم هورمون ها داره و چقدر تاثیر روی سیستم عصب ما داره و بیشتر یوگا متمرکز هست روی ستون فقرات ما تا مهره های گردن تا کمر به پایین، اینا همشون روی موقعیت ثابت قرار داشته باشند تا ما بتونیم حرکات ما را با تعادل اجرا کنیم و ضمناً امپالس‌های عصبی از اطراف وجود ما به مغز به طور نرمال برسن و اینا تمام اینا دست به هم میشن و فاکتورهایی هستند که ما را از لحاظ جسمی و راحت میسازه و تمام سیستم‌های بدن ما را نرمال میسازن. ضمناً چون حرکات کششی یوگا روی عضلات هست و همچنین روی مفاصل هست،
این حرکات مفاصل، حرکات عضلات و کشش های عضلات و حرکات ستون و فقرات ما همشان حیاتی هستند و ضمناً ما زمانی که دم و بازدم میگیریم روی سیستم تنفسی ما خیلی تاثیر خوب داره و عضلات این سیستم را چون تقویه میسازه باعث میشه که ما ریه های ما را و سیستم تنفسی ما را پاک بکنیم از کربن دی اکساید و آلودگی های دیگر. در جای متوجه شدم که گفته شده بود یوگا افزون به ای که خوبی های زیادی داره زیان هم داره، برای بعضی ها لازم نیست و زیانبار میتونه باشه انجام حرکات ورزش یوگا، مخصوصا کسایی که پوکی استخوان دارن. چنین است؟ نه خیر، ما میتونیم برای هر مریضیه و هر مشکل سبک خاص یوگا را بریم و یوگا اتفاقا یوگا را من میتونم، البته این روزا به یوگا اتهام مذهب زده میشه، ولی یوگا فراتر از مذهب هست، فراتر از فرهنگ هست، فراتر از هنر هست و فراتر از علم هست. به همین خاطر ما میتونیم بگوییم که ما بخشای مختلف یوگا داریم. یعنی یوگا تنهایی نیست که ما حرکات را اجرا میکنیم، یوگا حتی روی اخلاقیات ما تاثیر داره. حالا ما بحث دور نمیبرم، ولی این ادعایی که یوگا مضر میتونه باشه بیشتر به دلیل هست که ما آگاهانه تمرین نمی کنیم و در هر ورزش لازم هست ما آگاهانه تمرین کنیم. چون گفته شده بود که فشار زیادی در برخی حرکات به ستون فقرات وارد میشه و اگر کسایی که پوکی استخوان دارن اونا میتونن زیانمند میتونن شون. به هر ترتیب شما میگین که حرکاتی هست که میشه و مفید باشه و حرکات مختلف داره یوگا. ولی خانم ممتاز در پایان بسیار کوتاه بگوین که این ورزش در افغانستان چقدر جا افتاده در جامعه، چون جامعه سنتی است افغانستان، ورزش یا به هر ترتیب هر حرفه دیگری که به تازگی وارد کشور میشه هم با استقبال روبرو میشه و هم با مخالفت هایی. بله، متاسفانه ما با چالش ها هم روبرو هستیم، ولی ما تا به حال هیچگاه چالش ها را حضوری زیاد احساس نکردیم. پذیرش خوب بوده، خانما با ما زیاد اعتماد کردن، با مرکز ما اعتماد کردن، حتی خانوادهشان با ما اعتماد کردن و یه چانس خیلی خوبه بود برای ما. ولی خب در هر صورت چون خیلی جدید هست جا افتادنش بیشتر لازم به کار داره، بیشتر لازم به حوصله مندی خود ما داره. خانم فخریه ابراهیمی ممتاز، آموزگار ورزش یوگا در افغانستان، از حضور شما در برنامه